سخن میکرد الان برکتش داد. زنده باشه. با خدا ما دیگه گپ نداریم. همین برادر بود که ما به خاطری اکا زنده بودن گفتگی بدون وعده کردیم که ما بلیت همه خرم الحمدلله کات کوشم الان برکت خدا نگاه. اون هم شخصی بلیت چه دو دای باجی همین برادر الان برکت. خداوند بسم الله الرحمن الرحیم تبارك الذي بيده الملك وهو على كل شيء قدير الذي خلق الموت والحياة ليبلوكم أيكم أحسن عملا وهو العزيز الغفور الذي خلق 7 سماوات طباقا في خلق الرحمن من تفعلون فارجع البصر هل ترى من فطور ثم ارجع البصر كرتين ينقلب إليك البصر خاسئا وهو حسير ولقد زينا السماء الدنيا بمصابيح وجعلناك رجوما للشياطين وأعتدنا لهم عذاب السعير وللذين كفروا بربهم این در خدمت بابا جان 88 لنگری شهرت این باید برادر دیگه الحمدلله اومدن دستگیری با کمک لباس بگی تغاش درده تغاش داداش میبره این برادرها خدا رحمتی را انشالله این روی میکنیم سحر ساعتهای گرده تا تقریبا ساعتهای 4:30 5 در وطن نشوه. حاجی چی گفتنی حاجی؟ حاجی چی گفتنی؟ خداوند رحمت مغفرتش کنه برادرها همه وقت با یاد خداوند باشه یقین این راه طریق بود حافظ بود برادر مسلمان خم بود مقصد ما برادر مسلمان میشناسیم خیلی بعد یک درس کار نمیشه که ادیبکش برادر گذاشته چیز بله خوش میگفتن این طول ایش یعنی که ایر پیرو در نظر دارم هی هشت تا سر تو بگیری هر جا باشه نباشه تاجیک سرجم کنه روی کنه پروردگار خودش عاقبت مولا میدونه بعد ما با این عمل هاز میبینیم بهانه تو میدونه داخل ما که پروردگار کل مسلمانان برای راست هدایت کنه و خصوصا این برادرها که ریپری میکنن سرجم میشون هشدار کنه بفهمن که نمی عاقبت دنیا خدا همه ما را هدایت کنه. السلام علیکم و رحمت الله. بابای لنگری چی گفتن است برادرها ای بین اینمی قدر مخلصشن یک برادر اومده نه دو در اینا الان برکتش داد. خدا صبر بکنه الله شاید که من نمیدونم من قریب در یک سال نه قریب 100 یک مورد 50 تا 40 تا 30 تا مورد میکنیم خدا کنه من داونم شد نیست یک زنده بود یک برادری می شروع با خدا قسم من تمام دیدم چخیلش وقتی دیدم تو کم زنده است خدا صبر کنه پروردگار صبر کنه برادر عزیز خدا صبر کنه. اینا جسد رو روی کردیم انشالله ساعت 4:30 5 سحر میرسه انشالله در وطن. اینا با دستگیری بابای لنگری بابا جان 88 شهرت با اینجا قوری برادرمون با اینجا اکو هستن یا اکوی قدردان هم هستن دبرمون یاردان دوره زنده باشه. یعنی که از برای خدا برادرش بده همه کی میگن که ما خطی تو کانسر نه برادر خط شای یعنی گرچند دو در خون شای یک پدر مادر نباشن تو کانسر برادر اومد پولی بلیت چه افشاد کابد ما با چشم دیدم نه این پولی بلیت چه برابر داد اینا هم برادر سخن کرد الان برکتش داد. زنده باشه با خدا ما دیگه گپ نداریم. همین برادر بود که ما به خاطری اکا زنده بودن گفتگی بدون وعده کردیم که ما بلیت همه خرم الحمدلله کات کوشم الان برکت خدا نگاه. اون هم شخصی بلیت چه دو دای باجی همین برادر الان برکت. خداوند همه تانا نگهبان شد باقی در امان الله خداوند جوش جنت کنه برادرمون.